ما یک جای مهمان بودیم همین صاحب خانه سری بچه صدا کرد که هم بوغه یالا را بیار سری مهمانا بین این مهمانا کلی فرار بوقه را برده خلو محمد هستیم از قریه دولان ولسوالی شلگر بلدهشون بخون یک چند بیدیم تی خوب عشقی عاشقانه مده گشتی کفتر سیایا وقت من دردا دردی عاشق بلایا بیشک قربونیت برم عزیزم چوکریتون مخلصیتون خیر باشی سلامت باشی جوان باشی زنده باشی با قربانی زبدی بندی پای تو وای مکی عاشق شدم در چارو جای تو یه کام میگه سعی کنید یک مزدیر من دارم عزیز رسیدیم به بازار دالان یعنی دالان که یکی از برای ولسوالی شلگر است اینمی جایی را که شما مشاهده می‌کنید این را به نام بازار دالان میگه اینمی دکانا یکی دکانا فعلا مردم در حال ساخت و سازه یعنی یکی در بازه یکی در بسته دیگه اینا هم که می‌بینید شما شهروندای اینمی دالان است جلاله بیا ما چند صحبت کنیم خوب است خیر بخیر آرام نباش میتونی تو پر انرژی صحبت بکنی ما میگم انرژی بدم نام زیبا چیه غلام محمد جان چی وظیفه داری وظیفه‌ام کارگری هستم کارگری ها چی مثلا کارگری فرمون نجاری هم کارگری چپونی خو چوپان کلبه چوپانی هم کدی ها والا تو نفر پخته امی پشت چوپان پشت مالا که میری در یک تیتاو چوبانی تو میزنی تکیه میکنی میخوای خواب بری که یک دفعه باید یک پای دیاری بیاری آن تو باید تا را میکنی موری ما که خونده میرم بیم نه خانده هم دامون لفظ خودم شیرین اصارگی من یه لحظه را بخدا دوست دارم خبر است کجا آمدم خاطر نمیدونم ما چی بخورم ولی یک دانه خدا یاد نه یه کام میگه سعی کنید یک مزدیر من دارم کورپیچی چی را میگه؟ کورپیچی کرپچه ها کرپچه میگه کرپا میگه نه چی میگه مثلا میگه بوغه چی را میگه بوغا یک جود خوب کلانه میگه ای میشه من گفتم کدام زی بلد یک دانه ور داخلی جایشه امر بوغه میگه بوغا میگه ما یک جای مهمان بودیم خوب گوش ما یک جای مهمان بودیم همین صاحب خانه سری بچه صدا کرد که هم بوغه یالا را بیار سری مهمانا بین این مهمانا کلی فرار بوغا را برده این همی که مثلا تو سری اولاد خواه میشی همونجا دن کار غضب چی میگه؟ دن کار غضب چی میگه؟ یه کل اما کل نامو با چی بگم نه گان چی دسته؟ داره ما استفاده هم کنه با دیگه دیگه ما چیزی نمیگم نگفتی خلاصه یه جمعی هم میزبانی نکردی خیر باشه سلامت باشید خب دوستا عزیز اینا برای ما چیز نگه همین قفاق شد که همین جوان ریاضی را یاد داشت اجازه است ما بیم السلام علیکم خب هستیم خیر بخیر هستیم همینجا بیشتر دکاندار کرام ما اول قدیم مشتری شدیم سلام برسه جان اینجا برسه خیلی یکم بچه خان خود این بشه روی دو طرف باشه اون خب نام چی است؟ رمضان رفت رمضان باز آمد به نمازا سری نماز آمد خوب نام زیبا داری خب وظیفه چیه؟ دیخانی است دیخانی؟ غیر از دیخانی دیگه کارم میکنی؟ هیچ کار نکنی زندگی؟ کار کردیم ولی کار نمیکنیم دیگه فرض مثال یک وقت مزار بودیم کراچی داشتی؟ کراچی داشتیم یک دانم باید بریم همون لحجه داره بیلی خانه من داره الله
باغبان با باغت کار دارم یک دست گل بده که کار دارم یک دست گل بده چیزی نگویی و مثلی و گلد یک یار دارم ایار کافی نمیرم خدا خیرگاه کی یار سر بندی خیرگاه کی یار ماهی شده رفته به دریا اوی بسازم چنگکی نقرا و تلا یار خود را کشم از خافی دریا یک تشویق داره بچه یک تشویق داره با درود و سلام بیننده های عزیز امید که خوب باشین دوستان عزیز موقعیت براتان بگویم دالان قلام که قلام چی است؟ قلای سازمان قلای سازمان نصر که میگویم مقدمه دیگه ما خودم فهم دوستان آمدن گرد هم جمع شدیم خواستیم که زنگ دل پاک کنیم یعنی به دوستان گفته که چند بسیار بیت‌های زیبا دلنشین می‌کنه این شمایی که خسته ایم رفی خستگی کنیم زنگ دل شما پاک شنه از ما چطور؟ خب اول کدام شروع میکنه؟ تو یا؟ تو سلام بر همگی بینندگان اسم من رمضان است یک دو تا بیت براتون میخوانم شروع که بخیر ای گلی دیدم گلی در خواب دیدم گلی تشنه درونی آب دیدم ای گلی تشنه درونی آب شیرین که امشب به وفا را خواب دیدم ای شبی در رخنه دیوارو بودم ستاره سر زد و بیدارو بودم ستاره سر زد و هفته و برآمد هنوزم انتظار یارو بودم به 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 تشکر آقای رمضان بیایم سمت چپ امیت چپ میریم دیگه چپ میریم توکل به خدا که چی میشه بگیر تو نام تا بگو غلام محمد هستیم از قریه دولان ولسوالی شلگر بلدهشون بخون یک چند بیت امتی خوب عشقی عاشقانه من گشتی کفتر سیایا اخ من دردی عاشق بلایا من دردی عاشق بلایا و دیگه درد خوب سر میگیره هی دردی عاشق دل جگر میگیرم دل جگر میگیرم بفرما تشکر بشک برم عزیزم چوکرتون مخلصتون بخیر باشی سلامت باشی جوان باشی خب بیننده های عزیز ما خو واقعا با نمایندگی از شما از غلام محمد جان تشکری میکنم که واقعا بسیار یک بیتای ناب و شیرین خواند. دوستای عزیز امید که از این برنامه ما از دیدن این ویدیوی ما لذت ببرین از بیتهای زیبای ما و ما را همیشه حامی باشین چینل را سابسکرایب کنین لایک بکنین کامنت بگذارین و کسایی که در داخل افغانستان پشت جاهایی هستن که اونجا سفر کنه سیل سیاحت کنه دالان برشان پیشنهاد میکنیم بهترین جای ده همین فصل بهار البته
دوستای عزیز، در سر تپه جایی که بسیار منظره زیبا، باید ما بفهمم این دالان نام خدا این کلان است که به نهایت کلان است. من نمیفهم این را به نام چی میگه او را به نام چی میگه. بیم از خود شهروندای دالان بشنویم. لاله این چی رقم است؟ این دالان خو بیخی کلان است. یک قشلاق از هر کدامش جدا جدا کلگش به نام دالان یاد میشه؟ به نام دالان هستیم کلان. خب. بعد یک قشلاق هر کدامش جدا جدا است. خب این از این طرف قشلاق- دما معرفی کنم قشلاق مثلا ازبکیه. این طرف ازبکی است. این ازبکیه است. این دایه است. خب دایا کدام طرف است؟ این دایه این طرف است. خب این می یک قشلاق واجه خورد است این پایین پیش بازار. خب آجی خورد. این واجه خورد است. خب این واجه کلان است اینش بالاییش. این طرف آجی کلان است. این واجه کلان است. خب بازمی دالان بسته همی 4 قریه که نام گرفتی. ها. مربوط دالان که میشه. بازارش هم است. بازارش همی است. دیگه بازار نداره. دیگه بازار نداره و رسوالی شولگر است. خب کلش مربوط به رسول شالگر است. مربوط رسوالی شولگر است ولایت بلخ. خب چی مردم ها زندگی میکنن اینجا؟ مردمی هزارجاد است. کلگش هزار است. کلگش هزارجاد است. خب کلگش غیر از هزاره دیگه هیچ قومی نیست. هیچ خب، قومی نیست. خب این کلش ازبکیه که گفتی. این سابقا کلان ازبک میشست. خب ازبک نشین بود. فعلا فعلا هزارجاد است کلان. هزاره هاست. رفتم. خب این ازبکیه بود. این ازبکی این دایا. این دایه ای آجی خورد ای آجی کلان. این واجه کلان. خب خیر ببینی بخیر باشه. دوستای عزیز، همین قسمی که بیننده هستین اینی قریه سمت راست ما ازبکیه ایست در پالوش که است در او طرف مستقیم دایه. این پالوی بازار که است ای آجی خورد و اوی که بالای بازار قرار داره به نام آجی کلان. با یکی از دوستا آشنا میکنم شما را. همین اولم فکر معرفی زیبا کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته از تمام بینندگان عزیز محترم. من که هستم غلام حضرت هستم، بچه غلام دستور، نواسه غلام نبی. من که هستم از خیانخاق هستم، از دی پایین خیانخاق. آنه ما تا کنده ما 50 متر فاصله داره. یک بوری که آدم خور دولی ما بسته از کش کنه کنده نمیکنه، کنده کنه کار نمیتونه. در ضمن من که هستم دالانی هستم، همسایه غلام علی و مامدلی هستم، اما در ضمن خورزاده در گلستان اینسری ما مردم دالان که هستیم دی تو گفا یک دارم خوشحال هستیم. میمان بیایی جای ما رفت آمد کنه، کسی که رفت آمد کنه باعث بیادریت هم باشه، رفت آمد نداشته باشه بیگانه است. اگر رفت آمد داشته باشه قوم است. شما در ما بیادر هستید، هر دقیقه که در قریه دالان بیایید ما در خدمت شما هستیم. و همین بر بیننده هایت باید این تو وطن کی خوش کنه بیایی خدا کنه خوی شما بیایی از باید ما. او خداوندا دلم دیوانه ای کیست و گل گم کرده‌ام در خانه ای کیست. ای گل گم کرده‌ام رعنا و زیبا و چراغ روشنم در خانه ای کیست. دست خداست، هر دقیقه در جای ما بیاییم ما خدمتگارش هستیم. مسئله از این نیست از کجا است کی است، افغان باشه تاجیک باشه کرد نوری چشم می‌بینه. هر کس که باشه هزاره باشه فرق نمیکنه. اما بیای دالان جای ماست، وطن ماست، در خدمت کل قرار داره. وطن کل ما شماست. خب یک پیامیتان بگو بر بیننده ها چی پیام دیگه پیام ندارم. همین که در افغانستان ما شما سلامتی باشه و کار باشه و مردم دیگه دولت ما شما امارات اسلامی در مردم خدمت کنه، کار باری جور کنه دیگه خوب است دیگه. همین خوب است، امنیت و آرامی باشه دما خوب است. همین که جلو یک چند تو گپای که میگیرن خوب است. اما دیگه ما آدم غریب زنده باش. تشکر. زنده باش. السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی برادر؟ ماندن باشی. خیر خیر. بخیر جان پنجور انشالله بخیر. باز میخوام. چه خوب یک صدا بود. این به خاطر چی میتونه؟ به خاطر از اینکه یک طرف پود کنتر ده. اوه وقت سر بیاد. آه. خب اسمی مبارک. اسم محمد. محمد. آقای محمد چی وظیفه داره؟ اصلی جواز و یه نمیده پلیس. این صدا را که میکردی بازی چی باعث میشه؟ باد از هرچند خوب باد کی است طرف خدای خوب است. دیگه یکی یک آنها شده حالا بوده و حالا بیکی تو حالا بود که بس خاطر از اینکه باد تیره کیزم سر داریم بازم حالا یکی اشپلاق میکنه یک دیگه در باد میگه یکی ها خود خب این قری دالان نام خدا به سر قری زیبا است. تقریبا از اولش که شاید 2000 بینیم از فامیل اینجا زندگی میکردم. ولم پاس میتونم شاید 500-600 خانه هست. این کم شده نه؟ خب ان 500-600 خانه فعلا زندگی میکنه. و مکتب دسترسی داره؟ دسترسی داره. کلینیک سی. اینجا بطور درست شده. خب از نگاه مکتب چی کم شده؟ از نگاه مکتب قدر مشکلات زیاد نیست. مکتب کلام مجموعش هست. شاگردان هست. دیگه یکی که ذره یک ذره کورس‌ها ذره اینجا کمبود داریم. کمبود کورس هست که مثلا دیپلم و تحصیل مردم بسیار مشتاق کدام مضمون است که میگه استاد بیدرشان کورس جور این زیادتر کس که انگلیسانا هست. انگلیسی داری رم بیتنه که بطور درست شده خودتان مکتب خواندید؟ خود فعلا هم کدام وظیفه دارید؟ فعلا یک کلینیک خیر باشه. سلامت باشی. سلامت. بخشیم میشه این آقای محمد اینا را خدمت میتونم یک چیز دیگه داریم. اما کسایی که تو را فعلا بیننده است سراسر دنیا برای اونا چی پیام دارید؟ برای از اونا صحت و سلامتی و جان جوری و سلامت باشین. خب بیننده های عزیز ای بود دید و بازدید در ویژه برنامه قریه به قریه از قریه زیبا و دیدنی و مردم خوش برخورد و خوش اخلاقی دالان. دوستای عزیز امیدی از دیدن ویدیوی ما لذت ببرین و لایک و سابسکرایب چنل ستاره شما را فراموش نکنین و منتظر ویدیوهای جدید